سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم مهمترین مبحثی که شما اصلا کلا باید توی تمام بازارهای دنیا یاد بگیرین و توضیح بدیم و تقریبا به نظرم مطمئنم که کسی اصلا تو ایران درباره این مبحث صحبت نمیکنه، حالا یا نمیخواد به شما بگه یا اینکه اصلا کلا اطلاعی از این مباحث ندارن. امروز میخوایم بحث بازار ریپو رو یه مقدار باز کنیم توی آمریکا و بگیم اصلا چرا این استارت شروع یک بولران رو میتونه بزنه و اصلا نقشه فدرال رزرو برای شروع آلت کوین سیزن چیه. همه اینا رو ما میخوایم به هم دیگه ربط بدیم. این ویدیو هم حدس میزنم که احتمال خیلی زیاد قشنگ 20 دقیقه، نیم ساعت، شاید حتی 40 دقیقه هم طول بکشه، ولی اگه تا آخر این ویدیو رو تماشا کنین قول بهتون میدم یه سری اطلاعات فوق العاده مهم که تا حالا هیچ کس بهتون نگفته رو به دست میارین و حتما میتونین توی آنالیزاتون ازش استفاده کنین. پس همینجا اگه از این ویدیو خوشتون میاد خیلی ممنون میشم اگه ویدیو رو لایک کنین و چنلم سابسکرایب کنین. بریم سراغ این مطالب ببینیم چجوریه. ببین، من نمیخوام وارد خیلی جزئیات بشم، خب چون اگه بخوایم وارد جزئیات بشیم حقیقت دو تا موضوع اتفاق میفته. یکی اینکه بحث خیلی خسته کننده و مسخره میشه، یکی هم اینکه فهم قضیه خیلی سخت میشه. خب پس عملا میایم با یه مثال خیلی ساده و قشنگ، اینم نقاشی خودم تازه. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنین. بریم برای مثالمون. ببین فرض کن شما سه تا داداشین. این سمت چپیه که از همه خوش‌تیپ‌تره، شما این داداش کوچیک‌تره شماست، اینم اون داداشیه که از همه کوچیک‌تره و شیطون‌تره. حالا باباتون به شما یه پولی دادن دیگه. این اسکناس سبزا رو ببینید، اینا پول تو جیبی شماست. فرض کنین این داداش کوچیکه تقریبا مثلا فرض کن 29 ماه میشه دیگه، آخر ماه پولش تموم شده، بعد یه قرارم داره میخواد بره بیرون. چیکار میکنه داداش کوچیکه؟ میاد به این داداشه میگه که داداش من پول ندارم، اگه میشه یه مقدار بهم قرض بده، سر ماه که بابام به من پول تو جیبی رو داد من پولو بهت پس میدم. این داداشم مرام میذاره، پولو میده به داداش کوچیکه. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ اصلا فرض کنی حتی یه مقدار هم باز پول ته جیب این داداشه هست، ولی به هر حال کمه دیگه. پس چی میشه؟ این داداش وسطیه عملا میاد از شما پول قرض میگیره و باز شما هم یه مقدار بهش پول میدین. اتفاقی میفته چیه؟ آخرین روز ما شما یه مقدار به مشکل میخورین و حالا شما نیاز قرض بگیرین. چیکار میکنین اینجا؟ خب ببین، اگه فقط همین سه تا داداش باشین قطعا اینجا حداقل یه نفرتون به مشکل میخوره و خب دیگه نمیشه خیلی کاریش کرد. ولی یه حقیقتی وجود داره. ببین شما این پول از اول از کی گرفتی؟ درسته، از پدرتون گرفتین و پدر بنده خدا دقیقاً این بالا نشسته با یه قیافه خیلی ناراحت که شما چرا دارین پولشو خرج میکنین و آخر شما مجبور میشین مثلا فرض کن 28 29 ماه که یه مقدار پول کم آوردین، به هر حال یکیتون باید بره از کیف پول باباش پول قرض کنه که مثلا سر ماه بابا وقتی بهتون پول تو جیبی داد شما میتونین به باباتون پولو پس بدین. اگه این مثال متوجه شدین تبریک میگم، شما اولا کلا ساختار ریپوی بازار آمریکا رو متوجه شدین. چرا؟ خیلی خوب، بیاین فقط اینجا اسما رو عوض کنیم. فرض کنیم هر کدوم از این داداشا یه بانکن. خب به این بگیم مثلا بانک A، ببخشید خیلی من سخت میتونم بنویسم اینجا، اینم بشه بانک B ما، اینم بشه بانک C ما. ببین دلایلش رو نمیخوام بهت بگم، خب چون کلا اصلا خیلی گیج کننده است، ولی بنا به یک سری دلایل خاصی، بیام اینجوری بگیم بهتره، بنا به یک سری دلایلی هر از گاهی این بانک‌ها نقدینگی کم میارن. خب ببین دارایی داره ها ولی نقدینگی کم میاره. داراییش هم اکثرا چیه؟ یه سری اوراق خزانه است. حالا مثلا توی کشور ما بهش میگیم اقساط، اونا مثلا بهش میگن ترژری. خب بگیم مثلا یه سری ترژری داره ولی پول میخواد الان. خب این میاد به این بانک B، ببخشید بانک A به بانک B میگه مثلا تو مرام بذار یه مقدار به من پول بده، من مثلا فردا که دیگه اوضاع بهتر شد بهت پس میدم. بانک B هم میگه باشه. بانک B میره به بانک C میگه خب من یه مقدار پول میخوام، اگه میشه بهم بده. بانک C میگه خیلی خب اصلا مشکل نیست، من پول نیاز ندارم، بیا این پول برا تو هم که یه مقدار به این قرض دادی، این قضیه بین خودمون حل میشه تا زمانی که حالا این نفر اول پولش رو دوباره به دست آورد یا یه مقدار اوضاعش بهتر شد، به هر حال میاد پولمون رو پس میده دیگه، این قضیه حل میشه. پس تا اینجای کار بانک‌ها قشنگ از همدیگه قرض میکنن و یه نکته خیلی مهم هم وجود داره. بانک‌ها چون با هم فامیل نیستن معمولا به همدیگه اینجوری میگن اگه تو میخوای از من پول قرض بگیری اب نداره، ولی من اگه بهت 1000 تومان میدم تو مثلا میگی من اینو 2 روز دیگه پس میدم، به جای اون 1000 تومان بیا به من 1001 تومان بده. خب که این در واقع میشه اون overnight funding rate ما. اوکی
پس یه سودی هم این وسط هست. حالا یک زمانی هست که اقتصاد به مشکل میخوره و اصلا نقدینگی توی بازار خیلی کمیاب میشه. توی این حالت یه اتفاق خیلی مهم میفته. بانک A پول کم میاره، ولی زمانی که به بانک B میگه، بانک B میگه ببین مثلا من خودم یه مقدار پول دارم ولی مثلا اکثرش رو نیاز دارم، ولی ندارم، مثلا بیا حالا یه مقدار مثلا بهت پول قرض میدم، از اون 1000 تومانی که میخوای 100 تومن بهت پول قرض میدم. بانک A هنوز 900 تومن پول نیاز داره، میره به بانک C میگه، بانک C میگه اصلا کلا من تمام پولمو نیاز دارم. خب حالا اینجا یه اتفاق خیلی مهم میفته. اگه این بانک A نتونه نقدینگی جور کنه، خب عملا نمیتونه جوابگوی مشتریاش باشه. پس چه اتفاقی میفته؟ داد میزنه میگه آقا من الان نقدینگی نیاز دارم، کی میتونه نقدینگی منو تامین کنه؟ هر کی که تونست نقدینگی منو تامین کنه من بهش سود بالاتر میدم. اوکی؟ این خیلی خیلی مهمه. واسه همین میشه که هر از گاهی overnight funding rate ما، یعنی اون نرخ سود خیلی خیلی کوتاه مدت که بانک ها دارن به هم دیگه قرض میدن، یهویی میاد یه جامپ میزنه، مثلا میرسه به یه اعداد بالاتر. حالا سیاستگزار مرکزی که در واقع اینجا میشه بانک مرکزی آمریکا یا همون ما به اسم فدرال رزرو میشناسیمش، این موضوع رو نمیپذیره. برای اینکه بیاد یک ثباتی به بازار بده، میگه آقا هر کدوم از اینا که تحت یک سری شرایطی که حالا بگو مثلا لیکویدیتی یا همون نقدینگی توی بازار کم بود، اگه پول کم آوردن اب نداره، بیاین موقت از خودم قرض بگیریم. پس عملا این باباه خب میشه حکم ریاست فدرال رزرو. حالا ما اینجا بهش بگیم آقای جروم پاول. خب ایشون میگه من یه سازوکاری برای شما اینجا ایجاد کردم، شما مشکل نداره اگه بانک‌های دیگه بهت قرض نمیدن، بیا موقت از خودم قرض بگیر، من یه مقدار بهت قرض میدم ولی تو زود اینو به من پس بده. این سازوکار رو ما بهش چی میگیم؟ ببخشید من اینا رو پاک کنم. این سازوکار رو ما بهش میگیم ریپو مارکت. اوکی؟ پس امیدوارم کامل متوجه شدین که اصلا قضیه ریپو چیه. حالا یک نکته بسیار بسیار مهم، خواهش میکنم اینو توجه کنین. زمانی که بانک‌ها در یک سری تایم هایی غیر از تارم های کوارترلی، در واقع همون غیر از پایان هر فصل، میرن از سازوکار ریپو استفاده میکنن، این به این معناست که ما توی بازار داریم به مشکل نقدینگی میخوریم. چرا این به این معناست؟ به خاطر اینکه خب اگه این بانک توی بازار نقدینگی وجود داشت دیگه نمیرفت از این ریپو بگیره، دیگه میرفت از بانک بی میگرفت، بانک بی از بانک سی میگرفت، خلاصه یه جوری قضیه رو بین خودشون حل میکردن. پس زمانی که این میاد اینجا میخواد پول قرض کنه، بدونین یه مشکلی توی بازار وجود داره و اون زمانه که فدرال رزرو وارد میشه، میگه آقا هیچ مشکلی نداره، برای اینکه یک ثبات خوبی به بازار بدیم، کلا همه چیز از بین نره و قاطی پاتی نشه، ما میایم نقدینگی رو به سیستم مالیمون تزریق میکنیم. این دقیقاً میشه اون معنای QE یا همون خلق نقدینگی که شما شنیدین. خب همینجا هم به شما من بگم اصلا خلق نقدینگی چیز بد و عجیبی نیست. خب تمام ارزهای فیات اصلا ساخته شدن برای اینکه هر روز به تعدادشون اضافه بشه و خلق نقدینگی بیشتر بشه. چرا؟ چون ارز فیات برای مصرف کردن و خرج کردنه. اگه خلق نقدینگی نباشه، عملا شما ترغیب به این نمیشین که برین خرج کنین پولتون رو. عملا شما میگی خب وقتی خلق نقدینگی نیست، یعنی این پولم ارزش خودش رو حفظ میکنه، شاید حتی بیشتر هم بشه. ببین الان مثلا ما چرا میگیم بیت کوین ارزشش میتونه پیشرفت کنه، بالا بره؟ به خاطر اینکه کل تعداد بیت کوینی که ما توی دنیا داریم توی یه سقفی دیگه کپ شده، از اون بالاتر نمیره. تعدادش چقدره؟ اگه اشتباه نکنم 21 میلیون توکن. برای همینه که ارزهای فیات از زمان پیدایششون تا همین الان و احتمالاً تا 100 سال آینده همینجوری به رشد و خلق نقدینگی ادامه میدن. اوکی؟ این خیلی خیلی نکته مهمیه و این خلق نقدینگی باعث بالا رفتن قیمت دارایی هایی میشه که یک سقفی براشون وجود داره. به هر حال ببین باید قبول کنیم دیگه، یه سقفی برای مقدار کل طلایی که توی دنیا هست وجود داره، یه سقفی برای بیت کوین وجود داره. اصطلاحاً به اینا میگیم دارایی های فاینایت. خب یکم از بحثمون دور شدیم، بیایم یه نتیجه گیری کلی کنیم. ببین بانک ها مطلقاً از سازوکار ریپو استفاده نمی‌کنن تا زمانی که کلاً توی سیستم کمبود نقدینگی داشته باشیم و اون موقع میرن از این سازوکار استفاده میکنن. خوبی این قضیه چیه؟ خوبی این قضیه اینه که آقا اقتصاد آمریکا کاملا شفاف، شما دقیقاً میتونین ببینی که کی دارن از سازوکار ریپو استفاده میکنن. الان بهتون نشون میدم و زمانی شما این قضیه رو میتونین متوجه بشین که نرخ
overnight funding rate ریپوی شما یهو جامپ بزنه. یادتونه بهتون گفتم که این بانک اگه نتونه پول قرض بگیره میره داد میزنه میگه آقا من پول میخوام، هر کی هم حاضر باشه به من بده با بالاترین نرخ سود ازش قرض میگیرم. این بالاترین نرخ سوده همون overnight funding ریپو ماست که الان میخوایم اینجا بهتون نشون بدیم. ببین این سازوکار ریپویی که ما الان میخوایم دربارش صحبت کنیم خب خیلی نیست که مثلا افتتاح شده، از سال 2019 افتتاح شد و حالا فکر نمی‌کنم خیلی کسی توی ایران حداقل دربارش صحبت کرده باشه، تو خارج هم خیلی دربارش صحبت نمی‌کنن. خب یه اتفاقی افتاد توی سال 2019 که ما اصطلاحاً بهش میگیم ریپو کرایسیس و عملاً خلق نقدینگی از اونجا شروع شد. من الان بهتون نشون میدم چراها. خب خلق نقدینگی ما عملاً از اون زمان شروع شد. حالا توی اون زمان چه اتفاقی افتاد؟ بانک‌ها شروع کردن از همدیگه پول قرض گرفتن، ولی کمتر بانکی بود که مثلا حاضر بود نیازهای بانک دیگر رو به طور کامل از نظر نقدینگی تامین کنه. یکم کلیت بازار مشکل کمبود نقدینگی داشت، واسه همین چند تا بانک همونجوری که گفتیم اومدن وسط داد زدن آقا ما نیاز به نقدینگی داریم، هر کی هم که حاضر نقدینگی رو برای ما تامین کنه ما بالاترین سود رو بهش میدیم. برای همین هم هست دقیقاً که توی تاریخ 18 سپتامبر 2019 این نرخ سود ریپو، نرخ سود بین بانکی ما یهویی جامپ زد و از محدوده 2.2% رسید به حوالی 7%. بعضی هم الان اگه توی گزارش ها بخونین میگن رسید به 10%. اینجا بود که فدرال رزرو اومد مداخله کرد، گفت آقا هیچ مشکلی نداره، ما یک سازوکار ریپویی برای شما ایجاد میکنیم که عملاً ما نقدینگی میایم تزریق میکنیم به بازار که دیگه شما اینجوری نیاز نباشه سودای بالا بدین و اصلا کلا بخواد بازار بترکه و مکانیزمای بازار به هم بخوره. حالا این چرا برای ما مهمه؟ ببین اینجا ما بیایم ترازنامه فدرال رزرو رو ببینیم، total assets. بسیار خوب، اینم از این. ببین این نمودار پایینیه ترازنامه فدرال رزرو، این بالایی هم همون overnight funding rateیه، نرخ سود بین بانکی که اومدیم توضیح دادیم. همینجا قشنگ دقت کن از چه زمانی بود که عملا فدرال رزرو وارد فاز تزریق نقدینگی شد و عملا اون QT که در واقع میشه کاهش ترازنامه خودش رو متوقف کرد. اگه نگاه کنید دقیقاً از همین تایم شروع شد. ببین دقیقاً از تاریخ 18 سپتامبر. پس این خلق نقدینگیه عملاً از همین بازار ریپو سرچشمه میگیره. خب و حالا هر چقدر جلو میریم این خلق نقدینگی ما باعث میشه که دارایی ها و حالا چه مثلا سهام باشه، چه بیت کوین باشه، چه طلا رشد کنه. پس یه نتیجه خیلی مهم بگیریم، اگه میخوای ببینی در کل وضعیت نقدینگی چجوریه شما باید به بازار ریپو توجه کنیم. خب این خیلی خیلی مهمه، هیچ کس هم فکر کنم تا حالا به شما نگفته. در صورتی که بازار ریپو به مشکل بخوره و یک سری بانک بیان از سازوکار ریپو استفاده کنن، این به این معناست که به احتمال خیلی زیاد فدرال رزرو باید وارد بشه و عملا تزریق نقدینگی یا همون خلق پول خودمون که اصطلاحاً بهش میگن خارجی یا QE رو انجام بده. حالا الان توی فدرال رزرو توی چه فازی هستیم؟ عملا توی فاز جمع آوری نقدینگی از بازارها هستیم که اصطلاحاً بهش میگیم QT. ولی یه سری اتفاقاتی داره توی بازارها میفته که به ما نشون میده، الان بهتون نشون میدم قضیه چیه. نکته اول فدرال رزرو باید QT رو متوقف کنه. نکته دوم به احتمال زیاد یه فرمی از QE رو شروع میکنه که حالا احتمالا خودشون برای اینکه دیگه آبروشون نره نمیگن، اسمشون نمیذارن خلق نقدینگی یا همون QE، یه اسم دیگه میذارن ولی همون برادر همونه. خب شما شک نکنین تو این قضیه. حالا گفتم یه سری اتفاقاتی داره توی سازوکار بازار ریپو میفته. از کجا میتونیم بفهمیم؟ خب ببین این سایت فدرال رزرو. خب همینجا بهت بگم، ببین اول ویدیو با هم صحبت کردیم، گفتیم اگه بانک ها بیان از سازوکار ریپو توی آخر هر فصل استفاده کنن مشکلی نداره. اگه میخوای بدونی چرا بانک ها از سازوکار ریپو توی آخر هر کوارتر یا هر فصل استفاده میکنن، حتما این گزارش فدرال رزرو رو بخون. یه مقدار طولانیه ولی قول بهت میدم یه سری نکات خیلی خیلی قشنگ ازش به دست میاری. حالا این اصلا موضوع ما نیست. خب ما میخوایم بیایم این نمودار رو چک کنیم. ببین بهت گفتم اون سازوکار ریپویی که ما مد نظرمونه عملا از همون سپتامبر 2019 شروع شد و این نموداری که الان داریم اینجا میبینیم. خب ببین اینجا هم نوشته overnight purchase agreement treasury securities purchased by the Federal Reserve in the temporary open market operation.
این دقیقاً میگه که فدرال رزرو چقدر اومده هر روز نقدینگی تزریق کرده با استفاده از سازوکار ریپو و عملاً ترازنامه‌ش رو افزایش داده و عملاً ببین دقیقاً هم این نمودار از 17 سپتامبر شروع میشه، چون به قبلش اصلا یه همچین سازوکاری دقیقاً مثل این ما نداشتیم. حالا بیایم نمودار 10 ساله رو نگاه کنیم. همونجوری که می‌بینیم ببین سال 2019 خیلی اتفاقا افتاده ها، خب ولی به بعدش دیگه بازارها یه ثباتی پیدا کردن تا همین چند وقت اخیر. چند وقت اخیر دقیقاً منظورمونه بیایم یه مقدار نگاه کنیم. نکته مهم، آخر این فصل اخیر میشه آخر سپتامبر. ببین یعنی بگو مثلا از 28 29 سپتامبر به بعد. اما اگه اینجا رو نگاه کنین، ببخشید راستی همین الان ببین اینجا نوشته 30 جون. ببین این 30 جون آخر فصل دوم سال میلادیه ها. پس اینکه یه سری مؤسسات اومدن اینجا استفاده کردن از این سازوکار ریپو، این نمودار یه جامپ زده، اصلا نباید نشونه نگران کننده‌ای برای شما باشه. چیزی که باید یه مقدار برای شما علامت سوال باشه، ببخشید بذار یکم زوم کنیم، اوکی، این تاریخه. ببین این 30 سپتامبر هم اوکی ها، خب چون این آخر فصل سومه. اینجا باید برای شما علامت سوال باشه 15 سپتامبر. حالا یه وقت هست میگیم که خب این یه اتفاقی بیش نبوده، شاید مثلا یه بانکی یه مقدار نقدینگی کم آورده و اومده اینجا قرض کرده. اوکی، پس دیگه اینا چیان؟ ببین این دیگه الان آخر کوارتر که دیگه نیسته که، این عملا شروع فصل جدید. 15 روز هم ازش گذشته. بانک‌ها به طور مداوم دارن از سازوکار ریپو استفاده میکنن و این یک نشونه بسیار بسیار مهمیه که آقا توی بازارها نقدینگی کمه. زمانی هم که نقدینگی کمه، بعضی از بانک‌ها شاید حتی موقت دست به یه سری فروش دارایی‌های کوتاه مدتشون بزنن. حالا یه مقدار از اونم مثلا میشه طلا باشه که مثلا اگه نگاه کنین نمودار اونس رو شما دقت کنین، این چند روز اخیر یه مقدار ما ریزش داشتیم. میتونیم بگیم مثلا شاید یکی از دلایلش همین باشه. نکته اصلیش اینجاست آقا، بالاخره به نظر میاد که بازار مشکل نقدینگی داره. اما آیا این نمودار برای ما کافیه تا به این نتیجه برسیم؟ نه، مدارک دیگه هم وجود داره. خوبیش همینه. خب نکته مهم، گفتیم کیا دارن از این سازوکار ریپو استفاده میکنن؟ بانک‌ها. پس اگه صدای بانک‌ها در بیاد بگن آقا یکی بیاد این وسط یه کاری برای ما بکنه، اون موقع میتونی یه نتیجه بگیرین که خب احتمالاً مشکل نقدینگی داریم. خب ببین خبر جالب، JP Morgan BOFA که این میشه در واقع بانک آف امریکا said Fed is poised to stop balance sheet runoffs. عملا دارن میگن آقا جون مادرتون QT رو متوقف کنین. غیر مستقیم، به خصوص حالا JP Morgan مثلا اگه برین توی سایت خودشون یکم گزارشاشون رو بخونین خیلی جالبه، قشنگ توضیح میدن که مثلا وضعیت چجوریه، چرا داریم یه مقدار به مشکل نقدینگی میخوریم. پس چی شد؟ این وضعیت نقدینگی بازار و اتفاقاتی که توی ریپو مارکت داره میفته است که باعث میشه فد بیاد QT رو متوقف کنه. خب اما سوال، آیا فدرال رزرو به حرف اینا گوش میده؟ در جواب باید گفت 100% بله. چرا؟ دلیلش خیلی ساده است، با یه سرچ خیلی ساده هم به دست میاد. آقای جروم پاول رئیس فدرال رزرو 13 روز پیش، ببین این کانال تلویزیون بلومبرگ دیگه، 13 روز پیش اومد چی گفت؟ پاول says Fed might stop shrinking balance sheet soon. یعنی در واقع همون منظورش اینه که آقا QT رو به احتمال خیلی زیاد به زودی متوقف میکنه و اگه یه مقدار بازارا به مشکل نقدینگی بیشتر بخورن، به احتمال زیاد میتونیم بگیم QE و همون تولید و خلق نقدینگی باز دوباره شروع میشه، که به این معناست که این نمودارا رو میبینی، این نمودار دوباره برمیگرده بالا. حالا بیایم بریم روی نمودار بیت کوین ببینیم وضعیتش چجوریه. ببخشید کجاست؟ آها اوکی. بیایم بریم تو تایم فریم روزانه هستیم دیگه، اصلا ولش کن. خب ببین همینجا یه نکته خیلی مهم رو بگم، این که فدرال رزرو میاد QT و یا QE رو توی بازار اعمال میکنه یک دلیل 100% برای بالا رفتن یا ریزش بازارها نیست. کما که ببین شما الان داری اینجا میبینی دیگه توی این 3 سال اخیر فد عملا تو فاز QT بوده ولی قیمت بیت کوین صعودی بوده. اما یه نکته بسیار بسیار مهم ما اینجا میتونیم نتیجه بگیریم، الانم بهت میگم چرا. زمانی که فد تصمیم میگیره QE انجام بده، عملا خلق نقدینگی کنه،
اون موضوع به احتمال بسیار بسیار بالا باعث افزایش قیمت دارایی ها میشه، چه حالا اون دارایی بیت کوین باشن، چه طلا باشن، چه سهام باشن، چه اصلا کلا بحث حالا اجاره خونه ها باشه توی آمریکا. اونم مثلا یه داستان دیگه، یه فکر نمی‌کنم حالا توی اصلا مباحث تحلیلی این کانال ما باشه. کلا بدونین زمانی که فد میاد QE اعمال میکنه، این میتونه بازارها رو ساپورت کنه که قیمتشون رشد کنه. حالا ممکنه بگین خب چرا این قضیه توی سال 2019 اصلا به چشم هیچ کدوممون نیومد؟ یه دلیل خیلی خیلی مشخص داره. ببین، ما چیزی که از بیت کوین تو سال 2020 یادمونه این کرش معرکه دوران کرونا بود دیگه، که از محدوده $10,500 ما مثل چی ریختیم تا محدوده $3,800. من دقیقا اون شبی که این اتفاق افتاد بیدار بودم و یادم چقدر اوضاع خراب بود توی توییتر. واقعا این خیلی خیلی قضیه دردناکی بود. اما هیچکی از سپتامبر 2019 یادش نمیاد. ببین، سپتامبر 2019 عملا میشه توی این محدوده که فدرال رزرو میاد اعمال میکنه آقا ما میخوایم افزایش ترازنامه رو اعمال کنیم و خلق نقدینگی داشته باشیم. همینجا شما میبینین که بیت کوین عملا توی این محدوده ها کفش رو زد و داشت شروع میکرد بره بالا، که متاسفانه اون حالت قوی سیاه و اون بلک سوان ایونت نسیم نیکولاس طالب اتفاق افتاد. چی میخوام به شما بگم؟ ببین، اگه اون اتفاقات بسیار بسیار بد دوران کرونا اتفاق نمیافتاد، شما اصلا شک نکنید که ما این نزول رو نمیگرفتیم و به احتمال بسیار قوی این اصلا کف نهایی بیت کوین بود و از همینجا ما شروع میکردیم قیمت میرفت بالا، به واسطه اینکه نکته اول فدرال رزرو QT رو پایان داده و نکته دوم به طور همزمان QE رو شروع کرده. حالا با توجه به خبرهایی که گفتیم توی ریپو مارکت ما داریم به مشکل میخوریم و آقای جروم پاول خودش هم اومده اعلام کرده که آقا ما دیگه به زودی برنامه QT رو متوقف میکنیم. خب برای این چارت پایینیه که ترازنامه فدرال رزرو، دو حالت بیشتر وجود نداره دیگه، یا این میره بالا عملا QE اعمال میشه، یا اینکه یه مدت این محدوده با یک شیب خیلی ملایم صعودی درجا میزنه. جفت این دوتا ببین تاثیر مثبت داره برای قیمت بیت کوین. خب گفتیم پایان QT بالاخره برای قیمت دارایی ها تاثیر مثبت داره، چه بالا بریم چه پایین بریم. ولی یک نکته خیلی خیلی مهم اینجا وجود داره. ببین، بیشتر از این که این برای بیت کوین تاثیر مثبت داشته باشه، برای آلت کوین ها تاثیر مثبت داره. چرا؟ چون زمانی که شما داری QT اعمال میکنی عملا داری نقدینگی های اضافه رو تو بازار جمع میکنی دیگه. زمانی که QT رو متوقف میکنی چیه؟ به هر حال یه مقدار نقدینگی اضافه توی بازار وجود داره و اون نقدینگی اضافه است که میره توی یک سری از آلت کوین ها. تا اینجای کار ما توی بیت کوین اصلا خریدارای کوچیکو ندیدیم بیان وارد بشن. اکثرا بانک ها و مؤسسات بزرگ بودن که اصلا اونا نگاهی با آلت کوین ها نمیکنن. ولی از این به بعد چون QT داره متوقف میشه، به نظرم منطقیه که بگیم به احتمال بسیار زیاد آلت کوین ها میتونن یه مقدار دوره بهتری رو تجربه کنن و قیمتشون صعود کنه. و اگه QE شروع بشه، ببین خیلی مهمه ها، اگه وارد یک دوره خلق نقدینگی مجدد بشیم، اون موقع است که شما به احتمال زیاد شاهد یک آلت کوین سیزن فوق العاده قوی خواهید بود. حالا یه نکته مهم، آیا آلت کوین ها توی قیمت های مناسبی هستن که بگیم مثلا این قیمت ها محدوده خرید و این QT متوقف شدن هم میتونه یه عامل مثبتی باشه براشون؟ در جواب باید بگیم 100% بله. یه نموداری هست اینجا، ببین نوشته Total 3 ESBTC. این چیه؟ این عملا ارزش توتال 3 بر اساس بیت کوین رو داره به شما نشون میده، نه بر اساس دلار. و این دقیقا اون چارتیه که ما دنبالشیم. ببین، بیام اینجا یکم زوم کنیم. توی این محدوده ها همونجوری که میبینیم ما توی یک کف بسیار بسیار تاریخی قرار داریم. چرا توی یک کف تاریخی؟ چون این محدوده دقیقا همون محدوده ای بود که ما سال 2019 ازش یه جامپ زدیم. ببین دوباره نگاه کن، این کفی که ما توی سال 2020 دیدیم عملا به واسطه همون مسئله ریزش بیت کوین و حوادث تلخ دوران کرونا بود. اگه ما کرونا رو نمیگرفتیم اصلا به احتمال زیاد این کف نهایی ما بود. حالا یادت بهت گفتم فدرال رزرو از اواسط سپتامبر سازوکار ریپو رو شروع کرد و خلق نقدینگی شروع شد. اواسط سپتامبر توی این چارت آلت کوین ها کجاست؟ بیایم بگردیم پیداش کنیم. سپتامبر 2019. ببین دقیقاً این کف اینجا رو داره به شما میده. یعنی چی؟ یعنی متوقف کردن QT عملا باعث رشد آلت کوین ها شد. و اگه اون حوادث دوران ببین دیگه 100 بار دارم میگم دیگه،
اگه اون اتفاقات بلک سوان دوران کرونا که هیچکی پیش بینی نمی‌کرد و اصلا غیر قابل پیش بینی بود پیش نمی اومد، ما قطعا اینجا کفمون بود و از همینجا میرفتیم برای یه آلت کوین سیزن فوق العاده عالی. ولی حالا به هر حال یه نزولی داشتیم و بعدش که دیگه فدرال رزرو کلا اومد گفت ما هر چی نقدینگی نیاز باشه برای بازار رو تامین میکنیم، همه چی کلا جامپ زد رفت بالا. میخوام چی بهت بگم؟ ببین دقیقاً توی همین کف بود، اگه اشتباه نکنم چند روز بعدش بود، اینجا بودیم که آقای جرام پاول اومد گفت آقا ما میخوایم کیوتی رو متوقف کنیم و چون توی یک محدوده ساپورت هستیم به نظرم به احتمال بسیار زیاد میشه گفت که توی این سیکل بازار آره این حتما کف ما خواهد بود و از این قیمت ها دیگه پایین تر نمیریم مگر اینکه ما بریم یه رشد خیلی عجیب و جذاب بزنیم که ما بهش میگیم چی؟ آلت کوین سیزن. بعدش اون موقع که دیگه پوزیشن های لورج دار خیلی زیاد شدن، بعدش خیلی خوب میتونیم یه نزول کنیم، همه رو لیکوید کنیم، بعد حالا شاید بیایم مجدد به این کفا برسیم که حالا توی این دوره نزولی شاید یه حالت کیوتی اتفاق بیفته. اصلا اینا به نظرم قابل پیش بینی نیست برای چند سال آینده. فعلا بیایم با توجه به اطلاعاتی که الان داریم یه تحلیل داشته باشیم و تحلیل ما داره اینو میگه. نکته اول، بازار ریپو داره به مشکل میخوره، بانک‌ها دارن از سازوکار ریپو استفاده میکنن. نکته دوم، فدرال رزرو این موضوع رو متوجه شده و بانک‌ها هم عملاً دارن داد میزنن، میگن آقا کاهش ترازنامه رو دیگه متوقف کنین که در واقع میشه همون توقف کیوتی ما. نکته سوم، توقف کیوتی یک تاثیر بسیار مثبتی برای آلت کوینا داره. و نکته چهارم، اگه حالا یه حالتی پیش بیاد که ما بریم توی یک فاز افزایش ترازنامه و در واقع همون QE، این در واقع همون چیزیه که آلت کوین سیزن رو به شما میده. یعنی عملا شما ببین همون چیزی که توی تیتر نوشتیم درسته دیگه، این رو شما عملا میتونید به عنوان نقشه فدرال رزرو برای شروع یک آلت کوین سیزن فوق العاده جذاب در نظر بگیرید. و با توجه به همه اطلاعاتی که گفتیم به نظرم منطقیه که بگیم توی این محدوده ها خرید آلت کوین ها برای میان مدت و بلند مدت، بگو مثلا شاید یک سال آینده ماکسیموم، میتونه بسیار جذاب باشه. خب امیدوارم که همتون از این ویدیو لذت برده باشین. میدونم یه سری چیزا رو داریم بحث میکنیم که اصلا تا حالا هیچکی بهتون نگفته، ولی این چیزا رو اگه یاد بگیرین قول بهتون میدم که اصلا توی گامای دیگه سرمایه‌گذاریاتون توی بازارهای دیگه میتونین خیلی موفق‌تر و بهتر عمل کنین. و امیدوارم حتی توی این بازار کریپتو مارکت هم به کارتون بیاد و بتونین با آلت کوینایی که دارین یه سود فوق‌العاده ببرین و یه مقدار وضع زندگی هممون رو به بهبود بره. اگه از این ویدیو خوشتون اومد خیلی ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنین، چنلم سابسکرایب کنین و تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.